آیت قرآن است، حتی سوره است، سوره اسراء. ایرا شنویدگی هستین، تکرارا شاید باشه برای شما بعضی. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آسمان یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم رفت. بعد از اونجا عرش رفت. عرش هم میدونید مقدس، مکان مقدس، نزد پروردگار رفت. از اونجا بهشت دوزخ رفت. پیش از اونجا آسمان رفتن، از مکه بیت المقدس رفت با همراهی جبرائیل علیه السلام. بیت المقدس رفت. از اونجا بعد با آسمان پرواز کردن. وقتی که به بیت المقدس رفت، تمام ارواح پیغمبران آمد و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر آخران پیش درآمد. از پشتش تمام پیغمبران نماز خوند. برای همون میگن امام الانبیا، پیشوای تمام پیغمبران. مکانی مقدس است. گپ درباره مسجد الاقصی می رود. مکانی بسیار عزیز است، بسیار معظم است. در اینجا امکان نداریم. واقعا شخصا من امکان ندارم. اگر من قدرت می داشتم، اگر حکومت در دست من می بود، یکمین کار میکردم، من مردم به میدان می بردم. مردم مثلا تاجیکستان می بود، مردم به میدان می بردم، شعار می زدن که ما در تاجیکستان ملتمون تاجیک است، اما مسلمان بیت المقدس در قلب ما هست، ما از اون دفاع میکنیم. یکم تظاهرات یا که میتینگ علیه این دشمنا علمی واسطه قضیه بود. دوم حتی لشکر میکشیدیم، لشکر بر ضد دشمن. ما در اینجا خطاب دیگه بر تمام سازمان و کشورها میکنم، اگرچه گپ ما به اون نمیرسه. ناتو دارن، این طرف غرب ناتو داره، اون طرف اودکپ داره، اون طرف سپاد داره. برای چی نمیو؟ برای دشمن ای بین برن، تروریست ها ای بین برن. بسیار کار خوب. ما را میخوایم که تروریست ها ای بین برون، گروه ها باشن. همخه گروه های زودعمل یا که کشورهایی که همخه در زودترین فرصت بگیرن یک دشمن یا که یک تروریست ای بین برن. بله بسیار کار خوب، ما طرفدار. اما ما میبینیم که در اینجا، در این مسجد الاقصی دیده و دانسته آشکار پلیس ها یا که سربازای حکومت اسرائیل، نفرایی که نماز خوندستن، و نه در دستشون کورچه دارن، نه پیستوله دارن، نه автомат دارن، نه اگه کاری بد کردستن، در همونجا نماز میخونن، میان به شتا میزننشون که شما نماز نخونید. با میگن که مسجد مقدس، مسجد الاقصی، این مال یهود نیست، مال مسلمان ها است. و غیر از این اوخی نماز خوندن یگان کاری بد نیست. برای چی یارو نمیمونن نماز بخونن؟ حتی میخوان که این مال، یعنی مسجد الاقصی مال یهود باشه. تمامی سازمان ها، کشورها باید این را جدی به نظر بگیرن. سر راهی او حکومت یهودا یا که همون اسرائیل بگیرن که مردم مسلمان ها آرام بمونن که نمازشون بخونن و مکان مقدس را برون عبادتشون بکنن. در اینجا چی گپه؟ برای چی نمیبیننشون؟ اگر همون جاز یک نفر یک کاری بد بکنه از طرف مسلمان ها باشه چی میشود؟ مثلا یک ترکش انجام بده، مانندی که در دیگر جا میشود. مثلا کشور غرب یک نفر یک کاری بد میکنه، در حال اسلام هم میارن، تروریست میگن، با ریشتور باشه تمام یک خدمتشون. در روزی روشن، روزی نیست که در فلسطین در یک خانه یا دو خانه ماتم نباشه. با میگن که شهادت میتن، قربان میشون. نباید مردم فلسطین خودشون تنها ایست کنن. تنها نیستن. باز میگن که بر از نزدیک نمیتونن رفته. با زبان من دفاع میکنم که مسجد مقدس، مسجد الاقصی مال مسلمان های، مال یهود نیست. یهود حق نداره که مسلمان های فلسطین از وارد شدن، داخل شدن در مسجد الاقصی منع کنه یا که یگان فشار و شکنجه علیشون روا ببینه. این حق نداره. و برگردن هر یک مسلمان، بازم تکرار میکنم که فرض قرض واجب مهمه که ای مسلمان های
فلسطین، افغانستان، سوریه، هندوستان، پاکستان، هر جایی نباشه، در هر وقتی نباشه دفاع کنه. فرضه بدونین. و بازم بگم که بهترین شرایط امکانی که از ما داریم برای دفاع کردن این همین سخنه و این همین نوارهای. زیرا مانند بگیم عصرهای پیش یا یکی سابقه نیست که یک نفر ما انتظار بشیم که جهاد اعلان کنه، ما بریم شمشیر بگیریم و اسب سوار شیم طرف مسجد الاقصی را سپار شیم. حاضر دفاعی، حتی دفاع بسیار اگر که زیاد شود نوار تاثیر خود داره، بسیار کار خوب می شود. با زبان گفتن این وظیفه مسلمانی تای و این کمترین دفاع میگم حتی. و از مسئولیت یا که از بگیم که عهده همین وظیفه میبره هر یک تای شما و این کارم باید بکنی. هر کسی میکنه در نزد خدا با این کارش هم اجر میگیره، هم کم ترک سربلنده. هر کسی نمیکنه جواب میگوی. اما آیاتی که بسیاری شما میدونین حتی تکرار میکنین بارها، شاید روزش ده 5-10 بار میشنویش، انما المؤمنون اخوه، یا که پیامبر حدیث داره که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمانه. دیگر او فرق نمیکنه که او در فلسطین او مسلمان، یا که او زنه یا او مرده، یا که در افغانستان یا که در هندوستانه. دیگر او فرق نمیکنه و دفاعش هم بازم میگم که شما امکان ندارین حتی که بخیزین یک کشور برین، اما امکان داره که در جا ششتگی نوار میکنی که من مسلمانم، او نمو عملی مردم فلسطین در شیده است یا که نمو ظلم و شکنجه که از طرف حکومت اسرائیل شده است او را محکوم میکنم.